سلام بچه‌ها، چطورید؟ توی این ویدیو قراره 10 نکته و ترفند مهم رو بهتون آموزش بدم که باید به عنوان بازیکن پابجی موبایل بدونید و این نکات به شما کمک میکنه تا داخل بازی بهتر بشید. نکته اول، اگه توی موقعیتی مجبور شدید گوشه اتاق پنهان بشید، حتما از حالت FPP استفاده کنید، چون توی سری وقتا کاراکتر جلوی دیدتون رو مسدود میکنه و نمیتونید که دشمنتون رو ببینید. همچنین استفاده از حالت FPP نمای بیشتری رو بهتون میده که میتونید همزمان 2 تا در ورودی رو کامل ببینید. وارد قسمت تنظیمات بشید و نمای FPP رو روی 103 تنظیم کنید. اینطوری میتونید که دید بیشتری رو توی حالت FPP داشته باشید. نکته دوم، فرض کنید توی نبرد با دشمنتون دمیج شدید و خونتون به شدت کمه و باید از کیت خون استفاده کنید، اما دشمناتون در حال راش دادن و زمان کیت زدن رو ندارید. توی این نوع موقعیت مولوتوف و سمت ورودی که دشمن قراره بیاد پرتاب کنید، چون مولوتوف حدوداً 9 ثانیه میسوزه که برای استفاده از خون زمان کافی حساب میشه و حتی اگه فکر کنید که دشمن از داخل مولوتوف بیاد و سمتتون راش بده، میتونم بگم که 90% خونش رو از دست میده و یا کشته میشه. نکته سوم، احتمالاً براتون اتفاق افتاده که حین درگیری راه نزدیک خشابتون تموم میشه و نیاز به ریلود دارید. تو این موقعیت بهترین راه اینه که سمت پشت دشمنتون شروع به حرکت کنید و وقتی که خشابتون ریلود شد سریع شروع به شلیک کردن کنید. معمولاً وقتی به دور دشمن میچرخید شلیک کردن بهتون کار دشواری میشه و این زمان مناسبیه برای اینکه بتونید خشابتون رو ریلود کنید و سمت دشمنتون شلیک کنید. نکته چهارم، وقتی نارنجک رو باز میکنید تمام بازیکنایی که زیر 20 متر با شما فاصله داره صدای باز شدن نارنجک رو میشنوه و طبیعتا شروع به فرار کردن میکنه. پس بهتره وقتی میخواید شروع به باز کردن نارنجک کنید از هم تیمیتون درخواست کنید بی دلیل تیراندازی کنه و اینطوری صدای شلیک و باز کردن نارنجک میکس میشه و اینطوری دشمن نمیتونه تو این شرایط صدا رو تشخیص بده. همچنین اگه همتیمی نداشتین که این کارو کنه، میتونید که نارنجک رو از یه فاصله دورتر فعال کنید و بیاید سمت انمی و اینطوری پرتاب کنید. نکته پنجم، 3 قدم مهم برای راش دادن داخل اتاق دشمن وجود داره. قدم اول، چک کردن کلاه و جلیقه. اگه کلاه و جلیقه ندارید به هیچ عنوان داخل اتاق دشمن راش ندید، چون با اولین تیر که بهتون برخورد کنه ناک میشید. قدم دوم، دونستن موقعیت دشمن. این مهمه که قبل از راش دادن بدونید که دشمن کجای اتاق کم کرده تا اینطوری بفهمید که کدوم سمت باید حرکت کنید و شلیک کنید. قدم سوم، بررسی کنید چند تا دشمن داخل اتاقه و از چه تفنگایی استفاده میکنه. اگه دشمنتون تفنگ دراپ مثل MG3 یا گروزا داشت، احتمال 100% وست و هلمت لول 3 داره. پس بهتره که قبل از راش دادن با نارنجک و مولوتوف دمیجشون کنید و یا از موقعیت امنشون خارج کنید. نکته ششم، وقتی از در وارد میشید باید با پرش وارد بشید، دقیقاً مثل همین حرکت. از این قسمت شروع به پریدن کنید و با این کار سرعت شما حین ورود بیشتر میشه و با پریدن و سرعت بیشتر دشمن خیلی سخت‌تر میتونه که سمتتون شلیک کنه، یعنی اینکه نمیتونه کراسیرش رو روی شما تنظیم کنه و اینکه توی اکثر درگیری‌ها من خودم از همین حرکت برای ورود به اتاق استفاده میکنم و نکته خیلی خوبیه. نکته هفتم، حالا نحوه کشتن دشمنی که با پریدن سمت شما راش میده رو بدونیم. یه نکته تاکتیکی وجود داره، اونم اینه که وقتی شما دشمن در حال پریدن رو میبینید دقیقاً باید مخالف جهتش حرکت کنید. یعنی اگه جویستیک رو سمت راست حرکت میدادید باید حین پریدن دشمن به سمت چپ حرکت بدید، اینطوری میتونید که از تیرای دشمن تفره برید. توی دید دشمنم کاملا مشخصه که لیون وقتی دشمن رو در حین پریدن میبینه سریع جهت مخالف شروع به حرکت میکنه و این کار باعث میشه دشمن تیراشو از دست بده. نکته هشتم،
اگه به هر دلیلی مجبور شدید از کلت استفاده کنید، شلیک با کلت توی حالت FPP راحت‌تر و لذت بخش‌تره. توی آزمایشی که انجام دادم، از نظر شخصی خودم فکر می‌کنم که شلیک کردن با کلت توی حالت FPP راحت‌تر و دقیق‌تره. پس اگه مجبور شدید از کلت استفاده کنید، روی حالت FPP باز کنید. نکته نهم: اگه نزدیک به دیوار شروع به شلیک کردن کنید، همه تیراتون به دیوار اصابت می‌کنه. پس تو این موقعیت بهتره که از حالت FPP استفاده کنید و دقیقاً هم نمیتونم بفهمم که چرا با تغییر روی حالت FPP تفنگتون از حالت TPP بالاتر میاد و دیگه تیراتون حین شلیک به دیوار برخورد نمیکنه. این نکته رو به خاطر بسپارید، چون نزدیکی پنجره اکثر موقعی همچین اتفاقی براتون میفته. نکته دهم: وقتی هیچ کاوری ندارید وارد نبرد نشید. به عنوان مثال، لیون داخل منطقه باز شروع به شلیک کردن سمت دشمنی میکنه که نزدیکی کاوره و خود لیون هیچ کاوری نزدیکیش نداره. لیون خیلی بد شلیک میکنه و دشمن ناک نمیشه. حالا این وسط لیون توی منطقه باز و بدون هیچ کاوری توسط دشمن مورد حمله قرار میگیره. آیا الان میتونه کاری کنه؟ خب خیر. پس برای همین قبل از شلیک کردن سمت دشمنتون کاورتون رو بررسی کنید و مطمئن بشید که کاوری توی نزدیکی شما وجود داره. حالا این کاور میتونه سنگ یا درخت یا ماشین باشه. نکته بعدی هم مربوط به همین مسئله است. به عنوان مثال، دشمن شما در حال حرکته. بهترین زمان برای شلیک وقتیه که دشمن از کاور قبلی و بعدی خودش فاصله داره، یعنی نمیتونه برگرده به کاور قبلی و نمیتونه به کاور بعدی برسه و اینجا دقیقاً زمانیه که باید شلیک کنید. خلاصش اینه که باید منتظر بمونید که دشمنتون از کاور خارج بشه و توی فضای باز برسه و حتما نباید وقتی انمی رو دیدید همون لحظه شروع به شلیک کردن کنید. باید بررسی کنید ببینید که توی فضای باز هست یا نه. و اینم بود از 10 نکات ترفند برتر که با دونستن این نکات داخل بازی پابجی موبایل میتونید به یه پله ارتقا پیدا کنید. اگه از این نوع سبک ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کنید و برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. و تا ویدیوی بعدی بدرود. T'as fait les jeux.